داستان تکان دهنده‌ای براتون نقل بکنم. مردی میخواست زن بگیره برای بار دوم، ازدواج مجدد. زنش راضی نمیشد تا اینکه اصرار زیاد کرد. این زن مؤمن، این امة الله، رو به روی شوهرش نشست، گفت من به جای یک رضایت 100 رضایت محضری به تو میدم، اما منم یه شرط دارم. گفت شرطت هر چی بگی قبولمه. قواله خانه بزنم به اسمت؟ گفت نه. ماشین بزنم به اسمت؟ نه. زمین بزنم به اسمت؟ نه. سرویس طلا برات بخرم؟ گفت نه. گفت منو ثبت نام حج بیت الله الحرام بکن. گفت باشه. رفت ثبت نامش کرد، ثبت نام خودش هم کرد که همراهش بره. بعد از اینکه ثبت نامش کرد، خانمش هم دست شوهرش گرفت، گفت بریم محضر تا من به تو رضایت بدم. تو به شرطت عمل کردید، منم عمل میکنم. تو بندگان خدا چه کسانی وجود دارن سبحان الله که ما نمیشناسیم. به ظاهر انسانهای مسکین و بدبخت و درویش هست، کسی اونها رو آدم به حساب نمیاره. نوبتشون رسید و آقا و خانم دارن میرن حج بیت الله الحرام. هر دوتا با هم رفتن منا و عرفات و مزدلفه و مشعر الحرام و سنگ زدن و طواف خانه خدا و سعی بین صفا و مروه و آب نوشیدن. اما یکیش به خاطر رب العزت و الجلال، یکیش به خاطر زنه. نیت دوتاست. اونم طواف میکنه اما به خاطری که بر بگرده زن بکنه. اونم سعی بین صفا میکنه و مروه، اما اینه که تا بر بگرده شه زن میگیره. طواف ودا کردن که حرکت بکنن. زن گذاشت رو قلبش. سبحان الله، نفس رو خالی کرد. حالا قافله همه چی گفتم برید طواف ودا بکنید، آخرین خداحافظی با خانه خدا تا بر بگردید. رب برای خداحافظی با خانه خدا صاحب خانه گفت تو حق نداری بر بگردی، تو باید بیای پیش رب العزت و الجلال. تو به خاطر من آمده بودی، تو میتونی شرط بکنی زمین بد بده، خانه به اسمت بزنه. تو گفتی من حج بیت الله الحرام میخوام. تو در نیتت خالص بودی، تو حق نداری بر بگردی با این مرد. من به اون مهلت میدم تا بر بگرده بره زن بگیره، اما تو باید پیش من بیای بالا. حالا دنبالش بشنو. طواف ودا کرد، جان رو تسلیم کرد، روحش رفت بالا. تو مکه غسلش دادن. 2 میلیون حاجی روش نماز جنازه خوند. حاجی که تو عرفات شرکت کرد، رو همین زن مسکینی که ما رو منطقه من و شما هست. و خدا بهش اجازه نداد که بر بگرده. گفت تو باید بیای پیش من، تو به خاطر من آمدی. به اون اجازه دادم چون به خاطر زن آمده بود. اون بر بگرده زن بکنه، برای شروعش بکنه، اما تو دیگه تمام باید بیاد بالا. همه چیز آماده است. 2 میلیون حاجی که تو عرفات شرکت کرده بود لبیک نماز جنازه روش خوردن و رو گوش حجاج بردنش به قبرستان معلا، همون جای که المؤمنین قدید دست. از این بالاتر اگر من تو بخوایم مالمون به روح خدا اصلا من تو که هستیم؟ خدا ملک الموت در اختیارشه، خدا جبرائیل در اختیارشه که 600 تا بال داره. یک بالش افقو میپوشونده وقت باز میکرده. فرمانده کل فرشتگان خداونده. اسرافیل به اختیارش.